با سلام خدمت دوستان عزیز کانال مدیسین پلنت. امروز میخوام تشکر کنم از دوستانی که از هندوستان، ازبکستان و آمریکا منو لایک کردن و فیلم های من رو میبینن. خیلی تشکر میکنم ازشون و دوست دارم ویدیوهای بیشتری واسه شون تهیه کنم و در گروه به اشتراک بذارم. و امروز میخوام در مورد یک گیاه بسیار عالی که در استان فارس ما بهش میگیم نعنا، جزء تیره نعنایی هست و بسیار برای معده که ترش میکنه عالی هست و اسید معده رو کم میکنه. امروز شربتش رو میخوام بهتون آموزش بدم. این گیاه در اکثر منزلهای استان فارس وجود داره و کشت میکنن خودشون. الان بغل دست من گیاه به صورت طبیعی و تازه بدون که یک خورده کود حتی خورده باشه رشد کرده و کیفیت بسیار عالی داره. این گیاه امروز بستون برش میدم، برداشت میکنم و طریقه یک شربت بسیار خوب و عالی و آموزش میدم. با هم دیگه میریم ادامه ویدیو رو میبینیم.